الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد که به این حلقه های درسی توحیدی دوام بدهیم. بارک الله فیکم. این حلقه 83 از آموزش کلمت التوحید، عروة الوثقى، کلمت الاخلاص، کلمت الطیبه، لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی برحق بجز الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به کفر و رد دارد که مقابل ششمین شرط صحت لا اله الا الله القبول است ان شاء الله بیان کرده می شود. پس ششمین شکننده لا اله الا الله، البته شکننده شرط لا اله الا الله، این الرد هست. برای همین این را کفر و رد میگن. رد کردن دین، رد کردن شریعت، یا چیزی از سنت رسول الله یا چیزی از قرآن، که این کفر و رد مخالف شرط ششم صحت لا اله الا الله القبول است. زیرا ما بیان کردیم که ششمین شرط صحت لا اله الا الله القبول است و مخالفش الرد است. پس علما میگن هر کسی که چیزی از دین را رد کرد، امر الله یا رسول الله، نهی الله یا رسول الله، یا آیت از قرآن را یا حدیث از سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را حتی یک تا باشد، این انسان به مانند کسی است که دین را کاملا رد کرده است. پس به همین رد جزئیش، یعنی کمی رد کرده باشد، هم مرتد می شود و واجب است بر ما که اون را تکفیر بکنیم. خیلی که اسحاق ابن راهویه رحمه الله میگویند به تحقیق تمام علما اجماع نمودند که هر کسی که چیزی از نازل کرده الله را رد بکند، در حالتی که با وجود رد کردنش اقرار بکند آن چیزی که الله نازل کرده است، پس این کافر است. یعنی معنای سخن این است که شما اقرار بکنید که الله قرآن را نازل کرده است، سنت را اقرار بکنید، رسول الله را اقرار بکنید، اما یک مسئله را رد بکنید، این دلالت میکرد که این چنین انسان این کافر است. و همچنین سخن از محمد ابن عبدالبر ذکر شده است در کتاب تمهید و این چنین از ملخص تمهید استذکار که میگویند اجماع را نقل میکنند. اجماع هست، یعنی اجماع این قوی ترین سخنی که از علما ذکر شده است و حتی علما میگن قوی ترین حجت این اجماع است. چرا قوی ترین حجت اجماع است؟ زیرا غیر از اجماع در دیگر چیزها میگن علما یتطرق علیه الاحتمال، احتمال وجود دارد، اما در اجماع احتمال وجود ندارد. محمد ابن عبدالبر رحمه الله میگن وقد اجمعوا على ان مستحل الخمر كافر راد على الدين على دين الله او على الله عز وجل. تمام علما اجماع نمودند که حلال شمارنده خمر این کافر است و رد کننده دین الله سبحانه و تعالی است. و این چنین بربهاری در شرح سنه این چنین سخن را گفتند که انسان از اهل قبله بیرون نمی شود تا زمانی که آیت از کتاب الله را رد بکند یا چیزی از آثار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را رد بکند. پس زمانی که این عمل را انجام داد، به من شما واجب است که این انسان را از اسلام بیرون بکنیم. و این سخن ها البته به شما همه اش در حلقه های گذشته بیان شده است. پس مسئله اینجاست که رد در کدام جایها کفر است. یعنی
در کدام جایها رد ترک کردن یا رد کردن یا انکار کردن انسان را کافر میکند. پس رد با تمام نمودهاش به مانند تکذیب، دروغ شمردن یا که انکار، جهد، استحلال، همش متعلق به چند از امور هست. اولا ردی که ردی که تعلق به الله سبحانه و تعالی داشته باشد، به مانند انکار کردن وجود الله، چگونه که ملحدا یا که ملاحده الله سبحانه و تعالی را رد میکنند. ملاحده ها وجود الله را رد میکنند. پس هر نمود رد و انکار و جهدی که متعلق به الله و صفاتهایش باشد، این البته کفر و رد هست، ردی کفری هست. یا دومی نمودش تکذیب کردن، دروغ شماریدن الله، تصدیق نکردن خبرهای الله، این هم البته رد هست و انسان را کافر میکند. سومینش جهد اسمائه و صفاته و افعاله و انکارها. جهد یعنی رد اسماء الله و صفاتش، انکار اسماء الله و صفاتش و فعلهای الله. کسی که همه نام الله را رد میکند، صفاتهای الله را رد میکند، فعلهای الله را رد میکند، به مانند معطله و انکار میکند و این ردم انسان را کافر میکند. و این عقیده اهل سنت و الجماعت است که کسی که کاملا 100% در اسماء و صفات 100% معطله هست، همه اسماء و صفات را رد میکند، جهد میکند، هم اسماء و صفات هم صفات هم فعل را، این کافر میشد. اما اگر در بعضی از صفات ها باشد که به سبب تعویل باشد، البته در این مسئله تکفیر کرده نمی شود، حجت رسانده نمی شود. چهارمینش جهد اوامر الله، رد کردن امرهای الله و فرضهای الله و حلال دانستن حرامی که الله حرام کرده است. همه اش این از باب رد است و همش انسان را کافر میکند. یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن امر کرده است، یک انسان می آید و این امر الله را رد میکند و قبول نمی کند. الله در قرآن به ما شما بسیار چیز را امر کرده است. به مانند امروزه مثال اگر بیاریم که مردم میدونند که این امر الله است اما رد میکند، به مانند حجاب. الله سبحانه و تعالی در قرآن آشکارا به من و شما در سوره نور، در سوره احزاب و غیر این سوره ها امر کرده است که زنها باید سطر بگیرند. سطر یعنی حجابی که هست، سطر العوره، پوشانیدن عورت، پوشانیدن شرمگاه برای زنها این فرض است، این امر الله است. اما بعضی انسان ها میگن این را رد میکنند و میگن این مال این عملی بیگانه است، این از ما نیست. البته ما میگیم از شما نیست، چرا که این عملی مسلمان است. شما کافرید، برای کافران این دخل ندارد. هر کسی که این عمل رو گفت که این از ما نیست، این مال بیگانه هست، این کار بیگانه است، این عملی بیگانه است، این انسان کافر است، مرتد است. این امر الله را جهد کرده است. جهد یعنی رد کرده است، فرض الله را قبول نکرده است. سبحان الله. یا که حلال دانستن حرام ها، یا که حلال دانستن بعضی از نهی ها و بازداشتایی که الله به من و شما حکم کرده است. یعنی بعضی چیز رو الله گفته است نکنید، اما بعضی انسان ها میگن کنید، میگن یعنی جایز است، یا حرام رو حلال میداند. همه این انسان رو کفر میکند، کفر اکبر. پنجمین نمودی که در اینجا البته رد انسان رو کفر میکند، دروغ شماریدن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یا که جهد و رد و انکار کردن بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و رد و انکار کردن وجود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. هر کسی که این عملها رو بجا میارد کافر است، چرا که این دین را رد کرده است و شرط ششمین صحت لا اله الا الله را که قبول است نابود کرده است. ششمین مکانی که رد انسان را کافر میکند، دروغ شماریدن ملائکه، یا که دروغ شماریدن جین، یا که انکار کردن وجودی ملائکه و جین. هر کسی که ملائکه را
دروغ شمارد، به وجود داشتنی به وجود بودن ملائکه را، وجود داشتن ملائکه را و این چنین وجود داشتن جن را انکار بکند، این انسان کافر است. چرا که قرآن به ما خبر میدهد که ملائکه وجود دارد، جن وجود دارد، حتی سوره جن داریم، اما یک انسان میگه که وجود ندارد. پس این انسانی که انکار میکند قرآن را انکار کرده است، کافر شده است و این رد کفر است. هفتمین نمود انکار و یا که رد که انسان را کافر میکند، این رد و انکار نمودن شریعت و دروغ شماریدن دین یا دروغ را نسبت دادن بر دین یا به چیزی از مسائل دین، یا انکار کردن یک امر معلوم از دین که این عملی دینی هست، همه میدانند معلوم از دین به ضرورت است، اما این یک انسان میباید و رد میکند و میگه این از دین نیست، این انسان هم کافر است. یعنی در اینجا ردش رد کفر است. هشتمین مکانی که رد انسان را کافر میکند، این دروغ شماریدن یا که دروغ را نسبت دادن به آیت های الله کونی یا که شرعی، این هم رد است. رد کردن الله سبحانه و تعالی و نشانه های کونی الله و شرعی الله سبحانه و تعالی است. و نهمینش این دروغ شماریدن روز قیامت یا که انکار کردن جنت و دوزخ، جنت و نار. هر کسی که روز قیامت را، یوم الدین را، روز ساعت را که معروف به روز قیامت هست انکار بکند، دروغ شمارد، البته این انکار است، این رد است، این جهد است، این تکذیب است. و یا جنت یا دوزخ را انکار بکند، البته انسان با این ردش کافر شده است. دهم مثال که رد کفری است، این دروغ شماریدن قرآن است یا که رد کردن چیزی از قرآن و انکار کردن است. البته بسیار هستند انسان هایی که قرآن را دروغ نمی شمارند، قرآن را قبول دارند، قرآن را رد نمی کنند، اما چیزی از قرآن را قبول نمی کنند، بعضی از مسائل قرآن را قبول نمی کنند. مثال زیناکاری که مرد باشد، زیناکاری مردی که زن دارد یا زنی که شوهر دارد، یعنی باکره نیست، باکره نیست، این زیناکار را الله سبحانه و تعالی در قرآن امر کرده است که رجم کرده شود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله رجم کرده، یعنی به سنگ زده کشته اند. انسان ها هستند که قرآن را قبول دارند اما همین حکم الله را انکار میکنند، رد میکنند. چخیلی که در قرآن این آیت آمده است، البته چخیلی که در علم اصول فقه آمده است، حکمش باقی است اما تلاوتش منسوخ شده است، که بر این روایت های صحیح، حدیث های صحیح دلالت میکند. و اینچنین هستند کسانی که دست بریدن را، قتل انسانی مرتد را، قتل انسانی لوطی را، یعنی کسی که لواطه میکند، مرد باز است، اعوذ بالله من ذلک. یعنی دین در نزد اونها فقط تبسم است، میگن تبسم. البته تبسم سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، اما تبسم به کی باید کرده شود؟ تبسم به مؤمن باید کرده شود، تبسم به انسانی که مستحق به تبسم است تبسم کرده شود. اما کسی که مستحق به تبسم نیست، کسی که حکمش قتل است یا حکمش در زدن است یا دست بریدن است، باید انجام داده شود. اما انسان ها هستند که قبول ندارند، فقط جانبی خوبی شریعت را که به نظر اونها فقط خوب میتابد، ما میگیم همه شریعت خوب است. چلی که الله میگه ولکم فی القصاص حیات و یا اولی الالباب لعلکم تعقلون. یعنی اگر شما ای اهل مردم خرد داشته باشید، برای شما این قصاصی که هست، قصاصی که در قرآن ذکر شده است، این حیات است اگر دانید. پس بارک الله فیکم، انسان ها شریعت را از جانب خلق شریعت را قبول میکنند، زیرا که شریعت اسلام از جانب آداب اخلاق بهترین و یگانه شریعت است که انسان را به درجه کمالات میرساند.
به درجه انسانیت میرساند، به بالاترین درجه آداب اخلاق میرساند. شریعت ما بی‌نظیر است. در حقیقت انسانی که به شریعت اسلام دست میزند آدابش اخلاقش بهترین است. میداند که در کجا چی باید کرد. از نظر پاکیزگی بهترین است، از نظر تبسم، از نظر ندزدیدن، به خانه کسی نظر نکردن، به دختری کسی نظر نکردن، دزدی نکردن، زنا نکردن، فحش نگفتن، همه اش این شریعت ما است. این از جهت آداب است. آداب اخلاق شریعت ما است. بسیار انسان‌های علمانی یا که لیبرالی، یعنی کسانی که میخوان که سیاست رو از دین جدا بکنن، میگن که ما شریعت رو فقط آدابش رو قبول داریم، آداب شریعت بهترین است، ما این رو دوست داریم، اما ما حکم هایی که شریعت دارد این رو قبول نداریم. از جانب دیگر یعنی اخلاق رو قبول داریم، اخلاقی که شریعت آمده است. باید مسلمان ها چه خیلی که قرآن و سنت گفته است هم خیلی اخلاق داشته باشن. و این کسانی که اخلاق شریعت رو قبول میکنن خطا میفهمند، گمان میکنن که این اخلاقی که در شریعت آمده است به همه باید باشد، هم به کافر، هم به مسلمان، هم به منافق، به همه. نه، اخلاقی که به قرآن، در قرآن ذکر شده است، در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ذکر شده است، اخلاقی که هست این نسبتی مسلمان ها است. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی میگه جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. نسبت کافرها و نسبت منافقان غلیظی و شدت است. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه آدم بودند؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بین هم دیگر رحم و مهربانی داشتند، اما نسبت کافران و منافقان شدید بودند، سختگیر بودند. و آیات های اینچنین زیاد است که مؤمن همین کسی است که در بین همدیگر رحمگین است، یعنی آداب و اخلاق، تواضع بین همدیگر است. اما مرتدان، منافقان، کافران میخوان که این آداب رو ما به ویها هم انجام بدیم. این ناممکن است. اولا خطای اینها اینجاست. دوما میخواهند که فقط آداب شریعت رو بگیرند اما باقی مانده عملهای شریعت رو ترک بکنند، به مانند کفر بر طاغوت، به مانند کفر و شرک، ترک و شرک، به مانند دعوت به سوی توحید. اینها رو نمیخواهند. به مانند پیروی کردن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از سنت هایش، به مانند عزت اسلام را دوباره زنده کردن. پس این انسان ها البته رد کنندگان شریعت و کافرانند. و 11مین مثالی که رد در اینجا کفر است، این دروغ شماریدن سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا چیزی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا امر از امرهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یا اخبار غیبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما دادند. وقتی که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، ثابت شد، صحیح شد، همه قبول کردند، همه علما قبول کردند، یک کسی بیاد رد بکند و دروغ شمارد. و مثال 12 که رد در اینجا هم انسان رو کافر میکند، این دروغ گفتن در حق الله سبحانه و تعالی و در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. علما میگند دروغ را نسبت دادن به الله و رسولش این در برگیرنده به رد است و از رد هم زیاد است، از رد هم زیادتر است. یا 13 ردی که انسان رو کافر میکرد، این ادعا کردن نبوت است. یعنی یک کسی بگوید که من نبی هستم، من پیامبر هستم و غیر ذلک. و همه دروغ‌هایی که در این باب است همش انسان رو کافر میکند به یگان شک شبهه. و البته این چنین عمل‌ها وجود دارد. حتی در خود تاجیکستان ما چندین کس ها خودش را نبی گفته است، اعوذ بالله من ذلک، که البته این کافر است و پیروان اون، دوستان اون همش کافر است، قبول کردگانی که قبول کردند. البته 14 مثالی که رد در اینجا کفر است، رد کردن واجبات از واجبات شریعت، یا که حرام هایی که شریعت کرده است حلال دانستند، که البته به شما معروف شد. در همه این 14 مکانی که به شما ذکر کردیم، رد انسان رو کافر میکند به یگان شک و شبهه.
باید انسان از این چیزها در احتیاط باشد. پس نمودهای یا که یک وجه کفر رد کننده و منکر و جاحد رو به شما ذکر میکنیم. اولا علما میگن دروغ شمارنده الله، یعنی کسی که رد میکند این دروغ شمارنده الله است. کفر و رد نابود کننده ایمان است. ایمانی که البته قائم بر تصدیق و اقرار و قبول است. کفر و رد نابود میکند. و این چنین دومین وجه کفر و رد یا که منکر و جحد این است که کفر و رد این اعتراض بر الله است. رد کردن این اعتراض بر الله است. رد به امرهای الله، به خبرهای الله، به حکمت الله سبحانه و تعالی است. کفر و رد این یادرس کردن به الله است. یعنی کسی که به الله رد میزند گویا که الله فراموش کرده بود، این به خاطرش رسوند و غیر ذلک. البته این عقیده و عقیده های کفری است. و این چنین کفر و رد میگن، رد کردن این کمبودی و جهل و انکار حکمت الله سبحانه و تعالی است. انکار کمال الله سبحانه و تعالی است. پس رد و جحد این نابود کننده شرط محبت است و این چنین نابود کننده قبول است و در انسان بغض و عداوت را به وجود می آورد. پس بدانید که رد این به کلی نابود کننده شرط قبول، القبول و انقیاد و رضا است. بارک الله فیکم. پس از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که قلبهای ما را پر از قبول گرداند و به ما توفیق اخلاص و عمل صالح بدهد و از جمله کسانی بگرداند که بهترین سخن را بگوییم و پیروی این سخنهای بهترین و سخن حق باشیم و از جمله موحدانمان بگرداند و این درس ها را درس های مبارک بگرداند. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران موحدم با همین ضد قبول کفر و رد به پایان رسید و تا اینجا ما به شما 6 شرط صحت لا اله الا الله را کاملا بیان نمودیم و ضد این 6 شرط صحت لا اله الا الله را نیز کاملا بیان نمودیم که اولینش علم است که ضد علم جهل است. دومینش یقین است که ضد یقین شک و شبهه و ریب است. سومینش صدق است که ضدش کذب و نفاق است. چهارمینش اخلاص است که ضدش شرک است. پنجمینش محبت است که ضدش کره و بغض است. و ششمینش القبول است که ضدش این رد هست که همه این به شما در این 83 حلقه بیان شد و کوشش نمایید که بیاموزید و از این کلمه حق و کلمه طیبه با خبر بشید و در حلقه آینده انشاءالله آخرین شرط صحت لا اله الا الله را به شما شرح میدهیم و در حلقه های گوناگون البته با تمام